خب لاینر گریدینت اینان کدام گریدینت شما میخوایم بررسی بدیم؟ ما میگیم که to write RIGHT to write و قیمت کلر ما شما بگیریم که 0 مثلا 72 FF یکی باشه and کامه 800 C6 FF میگیم یکی نی باشه اوکی است and فون فامیلی برای ازا کسان ما شما میگیریم مثلا impact میگیم باشه impact sensitive that's good. بعد از اینکه رجوع کنیم اینان ما شما میریم کلاس از یارو چک میکنیم. کلاس عمومی که ما شما اینجا داریم به نام چی هستن؟ به نام کلکولیتور. صحیح شد؟ پس کلاس عمومی رو که هستن ما شما در قسمت میگیریم. میگیم کلاسی که به نام کلکولیتور داریم ما در اینجا تو چی کار کنه قسمت که بک‌گراند کلر از این کسا مکمل برو سفید بگیر 3 دانه اف. بعد از آمده در قسمت ما شما میگیم عرض از این را بگیر 350 پیکس 350 پیکسل شد and پدینگ از این کسا ما شما میگیم که 25 پیکسل باشه در اینجا و باردر رادیوس از یارم کسا ما شما میگیم 15 پیکسل برای ما بگیرن سه شد که کناره های از این ما شما داریم and باکس شیدو برای این ما شما میگیم اندازه 0 8 پیکسل 30 پیکسل RGB A قوس باز بسته قیمت بر 0.000.2 میگیم باشه مقدارش. حالا میبینید که در قسمت بسیار مقبول یک سایه تشکیل داد. خب این بخش از این شد مکمل خلاص. قسمت از این کلکولیتر که ما شما داریم دیگه باکسش رو آماده کردیم. این بار که ما میریم سمت اینپوت. پس تگ اینپوتی که ما دارم اینتر عرض از یار کسان ما شما میگیم که 100% برو بگیرده قسمت خودشی هستن اینپوتی که دیتا ها رو شما وارد میکنه برایزی. بعد از آمده میگیم فونت سایز از کسان برای ما بگه 2.2 رم باشن که هر تکست یا دیتایی که ما شما در این نوشته کنیم با مثالش در قسمت ما شما بگیم که ولیو را میگیم ولیو مساوی میشه به 0 یعنی پیش فرض قیمت 0 ما شما انداختیم پس دیزاین کسان بهترتر نشون بده. اینان آمده در قسمت ما شما میگیم که پدینگ از برو بگیر اندازه 15 پیکسل باردرش هم میگیم که نان باشه درست شد و بک‌گراند کلر از ما شما میگیریم که F7 اوکی و تکست الاین از هم کسان میگیم سنتر باشه نه هم رو میگیریم که رایت باشه. حالا شما که به این طرف بیاین تکست الاینش سمت راست است و مارجین بوتوم از کسان ما شما میگیریم که اندازه 20 پیکسل درست شد و باردر رادیوس از کسان میگیریم که مقدار 10 پیکسل این رادیوس مثلا درج برای ما تشکیل داد و یک اسپیس هم داره and کلر از کسان ما شما میگیریم که 3 این رنگ باشه and فوند ویت از این کسان میگیریم که مقدار مثلا 900 بگیم بولد میگیریم بولد باشه and باکس شیدو از کسان ما شما میگیم اینسیت داخلی میگیریم 0 2 پیکسل 5 پیکسل RGBA قوس باز بسته 0.1 یعنی میبینیم که در قسمت بسیار معقول برای ما شیدو هم داریم. از قسمت اینپوت هم که اصلا ما شما مکمل شدیم دیگه در کل تمام. بعد از این چی داریم ما شما که این خود بطنه که اصلا ما شما دیزاین میدیم سه شد کدام کلاسی که به نام بطن داریم. پس میگیم کلاسی که به نام بطن دارم تو چه کار کنه قسمت دیسپلی از یار کستن برو برای ما بگیر که گرید به خاطر که بطن زیاد استعدادش پس ما دیسپلی زیرا گرید میگیریم. حالا اوکی شد and grid template columns از یار کستن ما شما میگیم repeat خب چند چارتایی باشن و میگیم که 1FR در یک رو باشه داریم. هر رو اینان به تعداد چند دانه بطن دارن 4 دانه بطن دارن و این متوسط چی انجام دادیم دیسپلی grid template columns repeat 4
4 it mean که 1 2 3 4 پس 4 تا آمد در اینجا و 1 در یک روی مکمل ما چند دانه داریم در قسمت 4 دانه کالم که هستن ما در قسمت داریم چون که اینجا ما بیسون کالم کار کردیم میگفتیم که کالم رو برو بگیر و دیگه ای که یک فاصله ما برای ازا میدیم پس میگیم گپشان اندازه 15 پیکسل بگیر حالا بطن ها از هم دیگر مقدار 15 پیکسل دیگه یک فاصله را مراعات کنیم. بعد از آمده در قسمت ما خودی بطن ها رو میگیریم میگیم تگ بطنی که ما دارم چرا که بعد از این که اصلا ما داخل از چی داریم مکمل بطن ها داریم میگیم بطن رو برو بگیر فونت سایز از کسی 1.6 ریم باشه 1.6 ریم and پادینگ از کسان ما میگیم مقدار 15 پیکسل وری و بوردرشان هم کسان میگیم که بوردر نان باشه در قسمت and بوردر ریدیوس از هم کسان 12 پیکسل درست شد. خب زمانی که ماوس بالای از این مورد باید تغییر کنه پس میگیم کرسر پوینتر این بار کرسر رو بگیریم کلان پوینتر آمد در اینجا و دومی که یک ترانزیشن هم برای این ما میگیم ترانزیشن transform 0.2 سکند and background dash color از این کسر بگیر 0.3 سکند باشه در اینجا چون زمانی که ماوس بالای از میره پس این ترانزیشن سر از این تطبیق شود. رنگ از این کسر ماشون 444 انتخاب میکنیم و دومی که یک باکس شیدو برای از این میتیم مقدار 0 4 پیکسل 10 پیکسل RGBA هاوس باز بسته 0.0.0.1 باشه پس هر بطن میبینیم که با خود یک شیدو هم دارد. بعد از اینکه این رو موشن گرفتیم میگیم بطن زمانی که اکتیو میشه موشن از P22 ها استفاده میکنیم. هر وقتی که موشن بالا یک بطن کلیک کردید بطن که اکتیو شد تو چی کار کنه در اینجا میگیم یک ترانسفورم کار کن. ترانسفورم اسکیل قیمت 0.95 میگیم باشه. این بار اگر مثلا شما بیاین بالای از کلیک کنیم میبینیم که یک اسکیل میخوره مثل از اینکه بگی خرد شده روان است صحیح شد و در اصل در حساب بطن باشه یعنی تو بطن چی کردی پرس کردی دیگه بطن فشار میشه در اینجا فشار داده میشه و این که بسیار سلو کار میکنه به خاطر چی هستن که ما اینجا ترانسفورم 0.2 سکند گرفتیم در اینجا. خب بعد از آمده در قسمت میگیم که بطنی که ما دارم و NTH-child و داش یا منفی n جمع در 4 باشه در اینجا این انتخاب کو and background color از کسان برای ما برو بگیر FF مثلا D166 این رنگ برو برای ما تطبیق کن. پس ما کدامش انتخاب کردیم در اینجا گفتیم که داش n مثبت 4 ببین نحوه که یک سلکتور انتخاب میکنیم چطور است. اگر ما این کار نکنیم فقط بگیم که ایون باشه باز تاق جفت میه اگر اود بگیریم هم به مترتب یعنی تاق میان ایون جفت میان و اگر ما شما بگیم که فرض کنید یک دو جمع در یک باشه باز هم تو حالت تاق جفت هستن ما وقتی که بگیریم داش یا منفی n جمع در 4 اینه که 4 تا خانه اول برای ما انتخاب کرده اینجا. و دومی که در این قسمت ما شما برزی آمده میگیم که کلر از کسان برای ما برو بگیر 333 درست شد and font weight از کسان برای ما انتخاب کو که بولد باشه. حالا بطن ها به خاطر که یک فانکشن اجرا میکنه در اینجا بسیار مقبول در قسمت برای شما یک دیزاین گرفته از این بطن های دیگه که چی هستن متفاوت تر. و دومی که ما شما در اینجا آمدن میگیم بطنی که ما دارم زمانی که NTH-child انتخاب کردن میگیم که N-N مثبت 4 که اینمی خود هستن این انتخاب زمانی که این هاور شد باز دو لازم بک‌گراند کلر از هستن تو برای ما بیا انتخاب کو FFAA20 میگیم اینی کلر انتخاب. حالا اگر ماوس بالای زی برن میبینن که یک رنگ هم انتخاب میشن که مقبول تر شد در اینجا بعد از آمده میگیم که در اینجا سعی کنیم ما شما بعد از این دیگه کدام کلاس خاص نداریم نه ایران ما میخوایم در اینجا یک دانه کلاس جور کنیم به نام چی به نام کلیر صحیح شد کار از چی از زمانی که مثلا ما شما بالای از این کلیک میکنیم بخش کلیر هستن
وقتی که کلیک کردیم و یک بک‌گراند باید بگیره. به می ترتیب مثلا مساوی کلیک کردیم باید یک بک‌گراند بگیره که اینی اضافه کردن کلاس زیر توسط چی انجام میدیم ما شما جاوا اسکریپت. اما دیزاین CSS از رو باز در خود CSS هستن که ما شما اکثر در اینجا انجام میدیم. صحیح شد؟ به طور مثال میگیم کلاس به نام کلیر برو انتخاب کو and background color از که هستن تو بیا برای ما بگیر که F55 C47 و کلر از رو هم که هستن برو برای ما بگیر که white باشه and font weight از رو هم که هستن میگیم bold. این بار اگه ما برم اینمی کلاس استفاده کنم در قسمت C اینجا میان شما میگین که کلاس باشه به نام کلیر میبینیم که یک چیزی آمد. این کلاس از باز ما فعلا اد نمیکنیم در قسمت این توسط JS اد میشه. میان شما میگین که کلاس باشه به نام کلیر میبینیم که یک چیزی آمد. این کلاس از باز ما فعلا اد نمیکنیم در قسمت این توسط JS اد. و دوباره ما در قسمت میگیم کلاسی که به نام ریزالت دارم. یا یک چیز دیگر راست. اول میگیم که کلاس کلیر زمانی که هاور میشه این زمان که از تو برو بک‌گراند کلر از زیر کستن رنگ بده مثلا میگیریم D43 D2F میگیم این رنگ باز بیا بروش استفاده کن. اینال آمده میگیم که کلاس به نام ایکوال که است EQUAL نداریم دیگه ایرم توسط JS ما میاریم کلاس شده اما دیزاین کلاس در خود CSS قبل از قبل ما آماده میکنیم دیگه. بک‌گراند کلر از زیر کستن ما شما میگیریم که 06 خب این رنگ اگر 06 بگیریم کم تیراتر میشه. خب میگیریم 06 D6 A0 بگیر این رنگ استفاده کن and کلر از این کسان برای ما برو white بگیر و فونت ویت از این کسان بولد انتخاب کن and در اینجا کسان ما شما میگیم که گرید کالم ببین قبل از گرید کالم اول شما بیانی کلاس استفاده کنیم میگیم کلاس EQUAL کلاس and کلاسی که به نام ایکوال دارم زمانی که ماوس بالایزی میرن در این حالت هستن تو برو بک‌گراند کلر از انتخاب کن مثلا میگیم 04 A67 E این رنگ میگیم باشه. حالا ماوس که میبرین شما باز سرمقبول دیزاین میگیرن. سو کلاس زیرا ما کار ندارم از این جیرم پاس میکنیم و دوباره ما در قسمت ما شما میگیم که بتن که not ما شما از چی استفاده میکنیم PC2 ها میگیم بتن که نباشد not نباشد چی کلاس به نام کلیر و نباشد اینمی خب چی نباشد میگیم کلاس به نام ایکوال خب چی کار کنه در اینجا و یک چیز دیگر رو بگیریم میگیم که نباشد میگیم که NTH child dash n مثبت 4 یعنی بالای رنگ ما شما کار نداریم. خب میگیم اگر اینمی چیزا نبود در اون حالت تو بیاد در اینجا بک‌گراند کلر از انتخاب کو BBDEFB این رنگ میگیم برو بالا از استفاده and کلر شانه که هستن برو برای من انتخاب کو 1 2 3 دانه 0 که رنگ سیاه باشه. حالا من چیکار مقبول شد بالا تمام بتن های گرفت که کلیر نباشه not equal نباشه و dash n مثبت 4 نباشه. اینا این دور اگر ما شما می کلاسایش بدیم با سرزام تطبیق نمیشه دیگه بعد از خب دیگه آمده در قسمت ما شما میگیم که تگ بتنی که ما دارم و من در قسمت شما تا اینجا دوباره میمیره ما شما کپی میکنیم بعد میگیم پیست میگیم زمانی که اینمی هاور میشه ماوس که بالا ازی میره بعد چه کار کنه در قسمت که میگیم بک‌گراند کلر زربور انتخاب کن 90 CAF9 میگیم میرن باش. حالا ماوس که میبرین شما بسیار مقبول این دیزاین به خود میگیرن.